کتاب زبور ترانه 14. نیکوکاری برگزیدگان. خداوندا، کیست که در خیمه تو اقامت نماید؟ کیست که در کۆҳی مقدس تو ساکن شود؟ کسی که در رفتارش بی‌عیب باشد و از روی عدالت عمل کند و در دل خود راستگوی باشد، با زبان خود بهتان نزند، به یار خود بدی نکند و اقربای خود را تحقیر ننماید. منفور در نظرش رذیل باشد، ولیکن ترسگاران خداوند را عزت کند. قسمش به ضرر خودش باشد هم آن را تغییر ندهد. پول خود را به فایده ندهد و بر ضد بیگناه رشوه نگیرد. کسی که چنین رفتار میکند تا ابد فرو نخواهد غلطید.